دهنی یا منقی اما کافی کرتا برو رفتگی کی باور میکنی خیالم یکم دهشت میاد گیده تنجه دهشت نیم همین بیا فکر دسترم دو شوه تو میخره گفتم خطابینو یا مسئلت کنم با ترساندیم فکرم قلیب ایسرم خب چی مسئلت داری گبزه یکم رفیقی که مغازه داشته باشن برنج ارزون داشته باشه و صفت باشه کنه داری؟ برنج ارزون؟ چیکار میکنی برنج؟ از 3 کیلو برنج گیرم میگم این محله درکت آشتیم محله یک آشتیم یه بچه یکم زادروز داری یکم تشکیلی چیه نفهمیدم یک از زادروز ممکن نیست که آها ممکن نیست جزاد نیستون که خیلی چی گپایی آخه نفهمیدم یا بفهم مخی نه از 4-5 روز شده که از جای کار آزادم کردم زود کنه؟ جواب دادم آدم از جای کار آزاد میکنه با یک طبق نفهمیدم با چی میخوایی نه یکم به خندواری گفتیم نه اخی نه خود من یکم برای فهمیدستم که آدم از کار آزاد میکردن با یک طبق نون میکرده با نان میداده محله دا اکا همین موسفیدای دوری پیش همین موسفیدای ما پیروی کار خب یک جورا میفهمیدن یک جورا میپرسیدن خیلی نپرسیدن میخندی خب یه برای چه کار آزاد کرده من نفهمیدم اکا او رفیقوی قدیم هم بودن خب او را پس پنجره محکم کردن من را جواب دادن میگم یا عشق لبای شده اکا السلام علیکم السلام بونه اکا سعید هم داره نه بونه اکا سعید داره سوده تینجه زحمت خب برو سوده اکا احمد سره سوده خب برو سوده هر چی رو کنی خورتا هم کوپ کی نمیدونم جدا سلامت بشه Anga! Baba! Ya avqat dersin ku, avqat der kadi. Ozi! Abe çi doxi? Ay sen xuda şile. Avqat abiyor. Sana? Baba ne yapacak? Çok asuli. Hiç yanlış kafaya yani makalista. چی خشت بورتای؟ خشت بوری من؟ اوخی بعد کیه اوخی؟ این مهدجو خشت بوری من نیست. من فکر کردم که خشت بور شما. من گفتم خشت بوری تویی. کیه یکم نمیدونم. من نمیدونم کیه 10 روزای خونه بودن. همین روزای نمیدونم من آخه من خیلی آموزش دیدم. نه ای خونه بیرون برونده میتونم. نه یه لباس من ایواز کردم میتونم. همین نه میدونم میگم دراز بکشم که یانگو دراز یانگو دیمونا ممکنه خونه سویف داشته کسی اون زن نه فرزند داشته کسی نمیدونم خونهش. نمیدونم چی کنیم پرسیم که توی خونه بودن داره خر میخره و خوردگیش میگی که پخت زنه که مادر بود فرش نگم بود پرسیم شد خیلی نزن فرزند داشته کسی میرفته کسی روز پدر خونهش. نه بیا عايز بشي ايه عايز بشي ايه بولاك عايز بشي عايز بشي پیشم رو پارو بیان بالا خیلی بونا هست کیده اوخی شو دامو خوبه ده اکا سوزی؟ او گاب نیست شو سوزه تیجی میشنم سلامتون سوزه ساکت یه قندوز زن اکا خشون تو چوی با مزاده همین زنگ جو بازده اما یه لالیچه بیارم بعد امی ویورا گیریم بیا ینگا بیا امیورا بگیریم ویورا بگیریم کم ترک همجا باش دیده خوبی اکا که؟ بشه شما خوبه سوزه تیجی سلامت سوزه روزی خودتو میبیرم بگم اکا جان گابزه اکا اولا با
اکا میگم مهمان عطای خدایو یا چی پرسم اکا جون خفه نمیشه بپرس جو خفگی نیست بپرس اما خیلی اکا مهمانی هم اکا جون خود میگم همین خط نشناختم خیش تباری کی اکا خیلی خیش نشناختم که یکم خیش تباری مایی ایاله نی میگم یکم نشناختی؟ نه خیلی اکا ما شناس نکردم حالا شناس میکنیم مکو حالا که برادر همین تقوی تایکو تقوی خود همون شفیر هم تقوی شفیر تقوی تا میدونی همون شفیر تقوی تا بچه امش بچه امای همون شفیر تقوی حالا بچه امای شفیر تقوی در روسیه با همونجا قطعی هم کار میکردم اکا جان اما یه چیز دیگه پرسم بپرس بگم خود زن فرزند خیلی اولیدار هستی؟ البته من زن دارم 6 تا فرزند دارم زن فرزند دارم کودک دارم البته فرزندا خونه ده 6 تا فرزند دارم یک سه تا شوهر بودگی نیستن خیلی باید سه تا دیگه همراه ما خاندان زن که باید عمره سوندیده اکا جان میگم که این قدر فرزند داشتی خیلی اولیدار بودی بعد اینو خواتیر نمیشون نه من کجای برام کو خواتیر نمیشن میدونن که من جوم میام ما آدمی هم اول هم آدم شوخی بودم داخل جوم میام نه که همین التماس باید عمره سوندی هم تلفن نداری هم تلفن داد هم آدم خوبتر من یک مورد نیستم سلامت باشه بیسو آدم یانگم آدم خوب آدمی همین با تمیز با معنی همین اوقات سری وقت میکنم میورا بیسو آدم خوب نه که یک مورد حیاتم من خیلی آدم خوب بد نیستم یکم تلفن میدم چی براش دکوره چی بکا جان همین اویله ما قطعا بودکم هر چی باید عمره سوندیده ما کجای برم کم فراموش خاطرم نه که اون مرا باید میورن و وقتی آدم شوخی دارم میگم که همه را زنگ بزنم همه اویلم قطعی بودکم خیزم بیام اینجا تماشابینان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تلویزیونی شکرخند. برای یکایک شما تن صحت، عمری دراز، روزگاری آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. امیدوارم که صحنه‌های ما پسند شما آمدند و کوشش میکنیم که بهترین صحنه‌ها را پیشکش شما گردانیم. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز باشید.